کسیته های امر معروف شما را میمانم، میگویم گوش کن. جواب میدهد که این گپ ها همش دروغ است. این بدبخت را به زاره نشد، به زدن نشد، به من گپ های میگوید که در شریعت این گپ ها تماما درست نیست برای گفتن شوهر. لیکن خاطر فرزندهایم چیکار کنم؟ نمیدانم. در وقت زدنم حقارت کردم، تمام حقارت ها را بر من گردانیده. میگوید که من هم خودم نغز میدانم که این بدبخت زنم دوزخی می باشد. راستی گپ من با این زندگیم خودم را شوهر مرد حساب نمی کنم. اما چی علاج؟ بابای حاجی گوید که زندگی ما با این زن درست است یا نه؟ من در حاضره با پدر و مادرم زندگی میکنم و من او چسکه برای خانه گرفتم. می توانم که در مدت کوتاه خانه اندازم، لیکن با این زن بدبخت جدا شدن نمی خواهم. می ترسم که مرا بسیار عذاب می دهد. داملا مرا چی مصلحت می دهید؟ به من میگوید که از بحر شوهرم میگذرم و از بحر پدر و مادر اپا و اکم نی. از من دیده اولادهایش را بالاتر میداند. از گپهای شما بابای حاجی مثالش میارم، میگوید که اینها همش دروغ هستند. بابای حاجی میرزا به هر یک معنی کلمه های من جواب گردانید و آن نفرانی که این مکتوب مرا در نماز جمعه میشنوند خواهش میکنم که به من دعای کنید که این بدبخت زنم داند که شوهر چیست و چه خیلی بزرگ است. بابای حاجی بعد جواب این مکتوب با کسیت من با شما البته واخوری میکنم. ماه سپتامبر 2007 نویسنده بود است که چند روز بود خواب بود، دیگر موضوع هامون بودن. برادر عزیز و گرامی، اینم از مکتوب اوله قریب که فرقیت ندارن. اینم شکایت از برای زندگی هست و دادر و برادر و اکه را از شوهر بالا داشتن. من هم میگویم که شما هیچ وقت از پدر و مادر و برادرهاتان نگذرید، لیکن اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، بزرگترین حق در نزد زن این اولین شوهر میستد. شما بزرگی شوهر شناسید، حق شوهر شناسید، شما از پدر و مادرتان نگذرید. لیکن دادر عزیز، من حیران میشوم که این کسیت من برای عائله تو چی تأثیر میبخشد زمانی که گوید همه این دروغ است. وقتی این سخنها را دروغ که گفت، برادر در بین شما علاقه نکاح نیست. حتی خانداری که شما دارین این خودش حرام است. سخنی که من میگویم برای شما تا امروز غیر آیت قرآن و احادیث های رسول اکرم چیزی صدا نداده است. سخن خدا دروغ، سخن پیغمبر دروغ، تو کافر هستی، زن و طلاق است. این تو دیگر زندگی حلال نداری. این زن برای تو الکه بیگانه است. با که نداره دادر عزیز، رزق رسان تو نیستی. تربیت کننده فرزندها اگرچه تو باشی، پاسبان اساسی الله است. اینقدر تو اگر دلمانده باشی، اینقدر تو خسته شده ای، آب و روی تو در بین یار و رفیقت کاسته شده است، برای تو هم توصیه همین است. توصیه مثل توصیه اول است. از درد و غم میخوای خلاص شوی، ابغض الحلال الی الله الطلاق است. بدترین حلال ها به سوی خدا طلاق است، لیکن حلال است. حالتهای ضرورت در حلال می شود. برای چی زنهای پیش من میآیند از شوهرهاشون شکایت میکنند؟ اونها را من نیز توصیه دادم، میلش جدا شو. شاید خدا برای تو یکون شوهری خوب دهد. برای همین شوهرهایی که امروز بیچاره ها گویم از پدر و مادرشان هم دعا گرفتن نمیتونند، پدر و مادرشان هم بیچاره در حالتهای پریشانی قرار دارند، از همه این دیده همون را جواب دادن بهتر است. برای این دادر عزیز با من روبرو شو. همه این اکو من برای تو بیان کردن نمیتونم، وقتهای زیاد میگیرد. فقط یگانه راهی که اگر خواهی برای تو خوبی آرد، همین از جواب میدی، جانت خلاص میگردد.
السلام علیکم برادر اسلامی ما اکای حاجی میرزا. ما یک برادر اسلامی شما از دهه سری چشمه ناحیه شوراباد. بعد از سلام این که من عائله دار صاحب 3 فرزند هستم. من سال 2000 خاندار شدم. از سال 2000 تا این جانب در خاندان ما همسر من بر ضد من کشماکشی دارد. مادر من با همراهی اپهایم صد راه من شدند که او را طلاق ندهم، که این دختر صغیره است، بی مادر است، گناه است، او را طلاق نده. امروزها باشد کاسه صبرم لبریز شده ایستاده است. همسرم به من و اهل خانواده همان تمام سخنهای قبیح را میگوید و با فرزندهایم میگوید که این پدر شما نیست، شما طرف این نروید. باور کنید داملای شیرین سخن، با این عمر جوانی از دست این زندگی ناآرام از این عمر سیر شدم و چندین بارها باور کنید در بالای جای نماز گریه کرده با پروردگار خود مناجات کرده گفتم که ای پروردگار، کدام وقت شما جان مرا از این وبای عصر خلاص میکنید؟ از شما داملای شیرین سخن احترامانه خلاص التماس و التجا می نمایم که به من یک جواب حقیقی دهید در همین نماز جمعه. طوری که بزرگان گفتند عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر کم است، ورنه ناخوش گذرد نیمی نفس بسیار است. خب من زمستان در نماز جمعه روز 23 فوریه 2007 و شما مکتوب نویساندم، جوابش را نگرفتم. از شما احترامانه خواهش میکنم جواب مرا حتما گردان. الحال همین مکتوب آمده است. معنای مکتوب، خلاصه مکتوب به همه ما و شما معلوم شد که این برادر عزیز کسی باشد. من از اصل واقعه اگرچه درکدارم نیستم، لیکن همین مکتوب اگر حقیقت داشته باشد، اگر آنچه این برادر میگوید معنا این است که از زن صالحه این برادر ما محروم است، از زنی که از خدا میترسد، از زنی که از شریعت میترسد، از زنی که قبر و روز قیامت در پیش چشمش نیست. با این گونه زن این برادر ما حیات به سر برده ایستاده است. و چگونه ای که شما فهمیدید حتی در عمر جوانی هم از عمر بیزار شدم. بله این حقیقت دارد. چگونه ای که عزیز خدا را هم یاد کردن عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر کم است. بله در اصل حیات وقتی ناآرام باشد دیگر حتی عمر کو یک جانب طعام با لذت ترین طعام برای تو دیگر لذت ندارد. اگر بهترین خانه برای تو ساخته دهند با همه شرایط های حاضر زمان، لیکن در داخل خانه اگر این گونه زن غیر صالحه وجود داشته باشد، این خانه هم برای تو هیچ گوی مقبولیت و هیچ لذت هم ندارد. بهترین ماشین اگر برای تو آورده دهند لیکن خانه ناآرام است، از جانب زن حرمت که نیست، این ماشین هم برای تو هیچ لذت ندارد. بله شاید در همین مکتوبه هایی که من دارم 50% شکایت است. 50%. چی گویم؟ افسوس. حبیب خدا میگوید لو كنت آمرا احدا ان يسجد لزوجه لامرت المرأة ان تسجد لزوجها تعظیما لحقه. چیکار کنیم؟ معلم ما، معلم بشریت محمد صلی الله علیه و سلم که نزول او رحمت برای عالمیان است، تعلیمات او برای مرد و زن فرض است. در سخنرانی می گفت که اگر
انسان سجده کردن جایز میشد، هر آینه امر میکردم، وظیفه‌دار میکردم، سفارش میدادم تا که زنها شوهرهاشون سجده کنند. افسوس که سجده برای آدم درست نیست، افسوس که تعظیم برای آدم درست نیست. تعظیم و سجده فقط حق الله است، فقط حق الله است. و الا اگر به آدم اجازت میشد، این طایفه زنها باید شوهرهاشون سجده میکردند. به خاطر چی؟ به خاطر که خداوند الرجال قوامون علی النساء گفت، به خاطر که مردها مرتبه دارند، شرف دارند، قدر دارند نسبت به زنها. چیکار کنیم؟ معلم بشریت، بهترین معلم سخنرانی در این چنین بیان میکند: حضرت فاطمه مثل همین زنها زن بود و یگان گویم که جسم او یا ساخت او از یگان خاک دیگر نبود، ویم آدم بود. لیکن یک بار در حیات خود با علی روبرو شدن. این حدیث صحیح است. یک بار در حیات خود شاید که حضرت علی را به حرمتی هم نه، بلکه شاید که باور کنید نمیدانم یک میده ترین سهو یا غلط از فاطمه گذشت. ولی امروز جوانای ما میگوید، داملای عزیز میگوید به تلفن، شاهدم برادرها در اینجا، من در میکروفون دایم گپ میزنم، برای گوشهام در من شدگیان. میگن داملا اگر زن دهن شوهر نام گیرد زن طلاق میشود یا نمیشود؟ دهن شوهر. از سوال او چی معلوم میشود؟ این است که اون زن دهان این شوهر دشنام دادگی است. و سوی خدا پناه طلب میکنیم. از فاطمه این گناه گویم که جرم نگذشت، لیکن چیکار کرد؟ از خدا که میترسید، فکر آخرت که داشت، اطراف حضرت علی دور میزد، زاره میکرد: علی گناه مرا ببخش، علی سهو مرا ببخش، علی آن چیزی که از من گذشت با آب دیده زاره میکرد، مرا از گناهم گذر کن. وقتی این سخن به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسید، رسول الله دوام به خانه دخترش فاطمه آمد. گفت کجا شد این؟ کجا شد علی؟ بچه عمک کجا شد؟ ابن عمی کی؟ گفت نمیدانم، بیرون رفت. وقتی رسول اکرم آدم روان کردن، گفتن حضرت علی در مسجد خواب است. رسول اکرم خودشان به پیش علی آمدن، خودشان به نزد حضرت علی آمدن. حضرت علی میگوید چهره مبارکش بالای خاک مسجد گذاشتگی و خواب بود. لیکن رسول اکرم آمده با یک نوازش حضرت علی را بیدار کردن، گفتن قم یا ابو تراب، خیز ای کسی که در خاک تو آلوده هستی، خیز از جا. حضرت علی وقتی ابو تراب شنید، پدر خاک، همین کنیت و لقبی که پیغمبر به علی گذاشت بسیار علی را خوش آمد. تا آخر حیاتش میگو مرا ابو تراب گوید، زیرا پیغمبر خدا مرا این کنیت، این لقب در خوابم گذاشتگی بود. ببین حضرت علی را گرفته به خانه دخترش آمد. خیلی چهره پیغمبر ناراحت بود. حضرت فاطمه این حس کرد، چیکار کرد؟ گفت پدرجان، گفت تو از من ناراحت نشو، به خدا قسم یک سهو عادی ترین از من گذشت، گردی حضرت این علی 7 پیچ تاب میخوردم، زاره و تولا کردم، مرا بخشید، بعد از خانه بیرون شد. رسول اکرم با غضب گفت اگر فاطمه قسم بر آن خدایی که جان محمد در دست اوست، اگر زمان علی ناراضی باشد و تو از حیات گذری، من جنازه تو را نمیخوانم، جنازه تا نمیخوانم. اونم دختر بودم. ولی امروز تمام زنهای روی دنیا را جمع کن، به خدا قسم به ناخون فاطمه برابر نمیشود. به ناخونش. برای چی او زاره میکرده است؟ برای چی او تولا میکرده است؟ برای چی او خواهش میکرده است که مرا ببخش؟ برای چی؟ همه این به خاطر آن است که ایما امرأة ماتت
و زوجها عنها راض دخلت الجنه. این اونا میدانستند قدم زن از دنیا گذرد و شوهر از او راضی باشد، 8 در جنت برای این زن گشاده است. این اوای میدانست. پیش حبیب خدا آمدن شکایت کردند، گفتن ای حبیب خدا زنها احترام ما نمیکنند. رسول اکرم گفتن لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت له زوجته من رحول العین لا تؤذیه قاتلك الله فانما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقك الینا الیکی. بین حبیب خدا گفتن آزار ندهید، شوهراتان آزار ندهید، زیرا این که حورهای جنتی که برای این شوهرهای شما خدا آماده کرده است، در حق تو بر این زنی ناسپاس و ناشکر می گفت از قاتلک الله، قتل کنه تو را خدا، هلاک کنه تو را خدا. این شوهرها در پیش شما مهمان هستند، زود است که تو را ترک می سازد و نزد ما می آید. این است آن چیزی که شریعت ما میگوید. به این خاطر این خواهر اگر جنت خواهد، راحت قبر خواهد، دیدار پروردگار خواهد، دیدار رسول اکرم خواهد، تا وفات تا مردن شب باید که احترام شوهر به جا آورد. لیکن ببینید هیچ امکانیت ندارد، روز به روز احوال تو بد می شود، سلامتی تو ناخوب می شود، پدر و مادر بالای تو قهر و غضب دارند، پدر و مادر تو مورد به احترامی قرار دارد. آخی از آسمان نغلطیده است، به نامش 3 طلاق از خانه پیش کردن است. تا امروز ما به کسی توصیه ندادیم که زن طلاق ده، تا امروز تا آز نمی سخنی که الحال برای شما گفتم. فقط احترام کنین، معامله کنین، صلح کنین، کاری کنین که زندگی هاتون خوب شود. برای من دادر عزیز اختیار داری. ببین میشیدگیش با پند و نصیحت می شود. پند و نصیحت کن، معامله کن، زندگی کن. بین که نمی شود، مرحمت. جواب تو ارزنده من نیستی. رو تو زیب شخص داری که برابر خانه در آمدن به نام 100 دشنام، صدها شرطای دیگر، انا مرحمت تو آدم خوب میشوی. رفیق داملای تاجیکان جهان، داملا میرزا که ما همه زمین مخلصی شماییم. از شما من استقامت کننده شهر کلاب هستم که کوچه‌ش نمیخوانم، زیرا که مبادای کوچه‌ش کوچه بولوار نبوده است. خب نامشم نویسانده است، حجرشم نویسانده است. و 3 سوال ما در مراجعت کرده است. این سوال دیروز در دست من دادن که همین جمعه خانه. خب سوال یکم، شخص زن دارد و 3 کودک میده، سین و سالش از 4 ساله تا 8 ماهه. زنش را مجبور کند که تو ماشین من را بشوی و من سویدن می روم و لباس هایم را اتیو کن، من تا که پسان باشم و با سویدن رفته برگشته کارهایش را با زنش نقل میکند. این در شریعت درست است یا نه؟ دویم، در بیگاهی عید رمضان بعد شام روزه را ناشکاییده 3 کودک میده‌اگ را که سین و سالش از 8 ماه تا 4 ساله است از خانه با مادر بیمارش پیش کرده است. این چه حکم دارد در عید رمضان؟ سیوم، آدم نمازخوان میتواند که با زنش روبرو شود و زنش را من پدر و مادر تو را، اولاد تو را فلان میکنم گفته دشنام میکند. این خیل آدم ها در شریعت چی گفتنی هستین از شریعت؟
این سه سوال مثلا دو تاش در اطراف کدام مردی گویم حرامی هست، کدام مردی خیلی گویم بدبخت و از خدا نمیترسیدگی هست، و سوال سیومش اینم در حق همون مردهایی که از خدا و پیغمبر نمی ترسند و اولاد اجداد و پدر و مادر زن دشنام می دهند صحبت می رود. اولا دادرای عزیز، پدر و مادر زن دشنام ندهید، اولاد اجداد زن دشنام ندهید. پدر و مادر او اولاد اجداد او اولاد اجداد توست، پدر و مادر او پدر و مادر توست. بسیاری پدر و مادرهای هستند که نمیخواهند که دخترهای اونها این گونه سرکش و این گونه گویم که شوهرها را احترام نکنند. این خیل نیستن، اونا نمیخواهند، لیکن همون فرزند طبیعتش همون است. و این خاطر دشنام دادن شما در اسلام شما را فاسق میگرداند، شما گناهگار میشوین، از این هیچ پاداش نمیگیرین. زیرا رسول اکرم میگوید که زنها بالای شما حق دارند، یک حق شنمین است که ولا تقبح، شما زنها را دشنام ندهید، زنها را مورد تحقیر حتی مورد زدن قرار ندهید. این سفارش از جانب خدا و پیغمبر است. لیکن وقتی که شوهری که خودش را شاید که اکنون به غیرت گیرد، جسور گیرد و به طرف زن ماشینی من زیبا کن، لباسهای من زیبا کن تا که من از پی مثال زنا کردن می روم، و بعدا آمده عملهاش باز در نزد این زن حکایه می کند. آیا حکایه کردن این زن در اسلام چی معنی دارد؟ برادرای عزیز و گرامی، من اولا در همین خواهر عزیزم حیرت میمانم. وقتی که تو نظر به زنهای کوچه، نظر به زنهایی که جامعه را فساد میکنند، جوانهای ما را امروز از راه نیک، راه خوب و راه درست برآوردند، وقتی از زن کوچه دیده تو در پیش این شوهر بی‌قدرتر هستی، تو احترام نداری، با تو آنگونه که با زن بیگانه صحبت دارد با تو صحبت ندارد، آنگونه گلدسته و دوخی هایی که به زنهای کوچگر هدیه میکند تو بار در حیاتت ندیدی، تو چی ضرورت داری با این خیل مرد حرام زندگی میکنی؟ تو چی ضرورت داری؟ از زیناکار باید زن زیناکار گیرد، و برای آدم حرام زن حرام در کار است. تو چی ضرورت داری؟ و تو میبینی قدر نداری، قیمت نداری. باور کنین به خدا قسم، همون جوانهایی که امروز در کوچه ها زنا میکنن، افلاسی میکنن، از نظارت دکتر گذرانشان یا سیفلیسن یا تریپرن یا سپیدن. در کوچه زنی آواز نیست. در یکی از این بیماری ها همین جوان ها گرفتار هستند. اگر زنی بیمارم که نباشد، خدا در قرآن ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا، پروردگار از بالای 7 طبقه آسمان خدا به بندش مهربان است، خدا بندش دوست می‌دارد. چیزی که به ضرر بنده است، به خطر بنده است، خدا از بالا ما را خبر داد. به زنا نزدیک نشو، نزدیک به زنا نشو. ولا تقربوا الزنا، بین خدا ولا تزنوا نگو، زنا نکن نگو، بلکه به زنا نزدیک نشو، زیرا این بدراهی است، خطر دارد. اگر من باوری دارم انا همین جوان حرامه، اگر یک طبیب گوید که تو زنا نکن که در روده تو یا در معده تو یا در یگان جسم تو ضرر میرسد، سخن طبیب قبول میکند و سخن خدا را پشت سر میپرتاید. حالان که از طبیب دیده، از دکتر دیده، خدا برای تو داناتر و خدا برای تو مهربانتر است. الله حکمت اینه میداند. خداوند به حکمت هیچ چیز را حرام نگردانیده است. خدا رحمت کند حسین واعظ کاشفی را در تفسیر حسینی
میگفت که تو را رحمان همه گوید که ای مومن مخور باده. بین خدا از بالای 7 طبقه آسمان میگفت این الخمر والمیسر اینا رجس من عمل شیطان، عرق نخور، قماربازی نکن، بت پرستی نکن، پیش فالبین نرو، اینا پلیدن، عملهای شیطانن. میگوید سخن این را چکار میکنی تو؟ تو را رحمان همه گوید که ای مومن مخور باده. خدا میگوید عرق ننوش. تو را ترسا همه گوید که در صفرا مخور حلوا. ببین مقایسه را ببینیم. میگوید وقتی که نزد طبیب رفتی، طبیب برای تو گفت که الحال محترم معاینه کردیم، تو کسل قند بوده ای، یا کسل معده بوده ای، یا کسل جگر بوده ای، زینهار یکی عرق ننوشی. در همون ریسپتش، در همون گویم که کاغذی که برای طبابت تو میدهد همون جمعه نویسد که مبادا به عرق نزدیک نشو که جگر درد میکند، روده ها تا زلال میتد، معده تا میسوزاند و دیگر. حضرت حسین واعظ کاشفی چی گفت؟ ببین سخن طبیب ببینین و سخن رحمان ببینین، کدامش قابل قبول شد برای آدم نادان، برای آدم نافهم؟ نمیمانی زنادانی برای گفته رحمان، بمانی شهد و شکر را برای گفته ترسا. ای آدم بی عقل، ای انسان بی فراست، ای آدمی که تو تفکر نداری، تو معنویات نداری، تو فرهنگ نداری. حسین واعظ کاشفی میگوید خدا تو را الکی از خطر این خبر داد نیستادی؟ لیکن امروز یک انسان تو را میگوید که در وجود تو زلال دارد، سخن یک انسان قبول کردی. لیکن الله از بالای 7 آسمان میگوید به زنا نزدیک نشو، زنا خطر دارد، زنا بے برکتی دارد، شرمندگی دارد، بے آبروگی دارد. سخن رحمان قبول نمی سازی. از سخن رحمان چی ضرر دیدی؟ آمده با زنا را در نزد زن خود صفت میکند، نقل میکند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث مسلم از قسم به خدا، این من اشر الناس منزلتا عند الله. ببینید بدترین مردم در پیشگاه خدا، پیغمبر خدا گفتن کی است؟ آن کسی که شب با زن خود خانه‌داری میکند، با زن حلالی نکاحی خود خانه‌داری میکند، زن با او هم خانه‌داری میکند، ساری که شد همون خانه‌داریش در بین مردم نقل کند، بدترین مردم در پیشگاه خدا هست. ببین زندگی حلال خودت، خانه‌داری که از روی طبق شریعت برای تو حلال درست بود و یا حکایت کردن اینقدر گناه باشد، تو این زنا را از روی لذت و از روی گویم شوق و از روی اینقدر بدبختی از وقت صفت میکنی، از خدا نمیترسی؟ از خدا نمیترسی؟ خدا در قرآن سأصله سقر و ما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر. خدا میگوید برای بندگان من اعلان کن که آن دوزخی که اونها در گوش دارند دوزخی است که لا تبقی ولا تذر، تو را نمیگذارد گوشت و پوست و رگها تا دوزخ میخورد، نگه رهات نمیکند تا زمانی که هلاکت نکند. پسترین عذاب دوزخ حبیب خدا گفتن چی است؟ فی اخمس قدمیه جمرتان یغلی منهما دماغه. پسترین عذاب دوزخ همین بود است که در پاشنک پاد پروردگار 2 لخچه علاوه می گذاشته است، آنچنان حرارت داشته است که یغلی منهما دماغه، از بینی ها زرداب سر می کند. این پسترین سبکترین عذاب دوزخ است. از خدا ترسید برادر عزیز، توبه به سوی خدا کن، توبه به سوی پروردگار بکن. زندگیت را با این زن زندگی خوب گردان. و الی خواهر عزیز، اگر این انسان از این راه بد نگردد، در دست این بودن تو در همچنان است که تو غریب هستی، تو غریبی، تو زود از دست این آدم ناپاک خلاص شو.
این آدم ناپاک ارزنده تو برای خواهر نداره. برادر عزیز و گرامی، همه شما امروز وضعیت میدانید، کوچه را میدانید. امروز زنا بسیار انجام دادنش آسان شده است، به حد آسان شده است. و 5 سامان هم شما زنا میکنید، لازم شود 1 سامان هم میشود. لیکن احتیاط کنید، احتیاط کنید، با زنا نزدیک نشوید، زیرا آدم ایمان شبای میدهد، آدم بے فیض و بے برکات می شود، زندگی خوب اصلا نمی بینی دیگر. به این خاطر برادر عزیز، این خواهرم حقوق داری که اگر ببین نصیحت کن، با نصیحت اصلاح شود این جوان، زندگی تا دوام ده. لیکن نشد از دستش برا تو یک آدم، این آدم پاکیزه و با صبر باشی، خدا برای تو یگان شوهری با صبر و با حیا را نصیب گرداند. تو زیب یک گویم زن یک باید یک مرد باشی که آدم خدا ترس و آدم با صبر باشد. بگذار این آدم حرام باز یک حرام دیگر را گرفته زندگیش کردن گیرد. خب اینجا یک سوال دیگر آمده است، تعجیلا بوده است، امروز سوال هامون ماند. داملای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا شما را همیشه صحت و سلامت نگه دارد. شما حس میکنید نمیکنید با خدا خیلی بهبودی در مردم شما پیدا کرده. دعا میکنم که خدا باقی مانده عمری مرا به شما نصیب گرداند. نه برادر عزیز، خدا عمری خود به خود نصیب گرداند. ما را هم تقدیر کرده چیزی که باشد خدا همون عمری خودمان هم بینیم کفایت میکند. آیا زن میتواند که بررسی مردکاری رود؟ نمیتواند. امروز زنها بررسی مردکاری میروند. همین بچه‌هایی که از روسیه آمدن همینا را پرسین، احوالشو نپرسین. اینا بیچاره جای سرپناه نمییابند، اینا این حالت خوب ندارند. این خواهر عزیز است، مادر عزیز است. تو وقتی میروی اونجا ده، تو از کجا؟ تو قوت کاری نداری، تو قدرت کاری نداری، تو مادری، تو غمخواری، تو یک وجودی، تو پوری رحم است. برای تو کارها، برای تو برنامه های زیاد در حیات وجود دارد. تو اگر خواهر گپی مرا گیری و سخن مرا قبول کنی، آنچه که برای تو میگویم سخن خدا و پیغمبر است. برای تو بهترین وظیفه این است که همیشه اولا دعا کن که خدا یک شوهر خوب دهد و از دامان تو فرزندهای خوب دهد و تو در خانه همچون معلمه فرزندها تا تعلیم دهی. این بهترین وظیفه برای توست. 5 وقت نمازت تا در وقتش خوانی و همیشه خانه تا پاسبانی کنی و خانه تا آباد کن. انا این است برنامه و این است وظیفه تو خواهر عزیز. تو در روسیه رفته آواره میشوی، در روسیه رفته عذاب میکشی، در روسیه رفته دست به دست مردم میشوی، عاقبت چی میشوی؟ برای همین جایز نیست تماما. دوم، در طهارت دست و روی پای، در طهارت دست و روی میگویند، طهارت دست و روی میگویند، پای شسته میشود یا نه؟ میگویم که مثال بچه طهارت دست و روی کو، در این حالت پای هم شسته میشود. اگر پای که نشستی نمازت نماز نیست. طهارت دست و روی گفته مقصد یک مختصرا گفتم، یعنی پای هم شستنش داخل می شود. مقصد یک که باد شما می براید یا در خواب میزنین بیدار می شوین، این حالت ها در مثال استنجا شرط نیست، طهارت دست و رو شرط است، پای ها تو نمی شوین. خب سوم، یک نفر که سین و سالش هم به جای رسیده است میگوید که همه بلندشوی نرخ و نارسایی و کمبغلی مردم از حساب مسجدهای بسیار ملاها هست. آیا به این خیل آدم اسلام چه حکم میکنه؟ یک بیچاره سین سالش که گذشت، این آدم هوشیار نیست کسی گفته است، این دیوانه است.
آدم هوشیار هیچ وقت نمیگوید که بلندشوی نرخ، کمبغلی مردم از حساب مسجد بسیار و از حساب داملاها هست. این آدم هوشیار نمیگوید. برای همین شاید جین دارد، برادرای جین خان هست، بیاید ما مراجعت کند، انشاءالله روان میکنیم به پول حساب خودی من آنها میخواننش. این آدم دیوانه است به خدا قسم. این آدم هوشیار نیست، این آدم به عقل هست، این آدم به فراست است. این آدم اگر عقل هم داشته باشد خدا ندارد، شریعت ندارد. این دروغ است. اون پیشانی که تو در زمین میگذاری و در زبانت غیبت مسجد داملا است، تو دروغ میگوی، تو نمازخوان نیستی. این نماز در پیش خدا هیچ قدر و قیمت ندارد. تو چگونه زبانت میگردد مسجد تنقید میکنی؟ چگونه زبانت میگردد از بسیاری مسجد شکایت میکنی؟ تو چگونه مسلمان هستی که داملا را تنقید میکنی؟ داملا چی زلال آورد؟ داملا کسی است که پیغمبر خدا میگوید ان الله و ملائکته و اهل السماوات والارض و اهل السماوات والارض حتى النملة في جحرها و حتی الحوت لیصلون علی معلم الناس خیرا. پیغمبر میگوید، پیغمبر خدا میگوید الله، ملائکه های او، آن چیزی که بین زمین و آسمان است، مورچه در سوراخی، ماهی های در بحر، در حق داملاها طلب مغفرت میکنند. پیغمبر میگوید در حق عالم ها طلب مغفرت میکنند که خداوند عالم ها را نگه دار که اینها روشنی هستند، اینها چراغ هستند، اینا مردم از راه بد و از راه خطا خبر میدهند. اینا پیغمبر خدا میگوید. پیغمبر خدا میگوید ان الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم. به سواد به خیرت زمانش گذشت، بس کو تنقید کردن. او با تنقید کردن تو عزت عالم کم نمی شود، آبروی عالم کاسته نمی شود. پیغمبر خدا میگوید ملائکه ها لتضع اجنحتها. گوش کنید، حدیث صحیح پیغمبر است. ملائکه ها پرهای خود مثل قالینه که شما در پیشواز یک مهمان میپرتایین، قناتهاشون میگذاشتین، عالم ها بالای اون قطع حرکت میکنن. پیغمبر خدا میگوید، پیغمبر خدا میگوید ان العلماء ورثة الانبیاء. عالم ها وارثای پیغمبرند. تو وارثای پیغمبر سنگ بزنی، تو از وارثای پیغمبر نالان میشوی. این برکت یعنی همون عالم ها هست که باز کمی برکت در بین ما و شما است. این دعوت واعظ ها هست که کمی در بین ما و شما برکت ها وجود دارد. و تو مولوی جنون گوش کن، به عقل، به زینهاری، به صد زینهار زبان از رنجش مردان نگه دار. همان قوم برافت مبتلا شد، ز آزار دل مرد خدا شد. آیا آزار دل مرد خدا قیمتی می شود؟ بے برکاتی از آزار دل او می شود، از وجود او، از بسیاری او نمی شود. که 100 بار این جهان از آه دل سوخت، ولیکن به ادب عبرت نآموخت. شناس ای کور دل، ترا میگه شناس ای کور دل، آتش نفس را بکن اندیشه روزی پیش و پس را. سگ از اخلاص آمد جنس آدم، زی به اخلاصی آدم شد زی سگ کم. و شما سگ اصحاب کهف بینه، پای آدمای داملاها را گرفت، روز قیامت شکل آدم میگیرد، جنت میرود. لیکن آدمی که حرمت عالم نمیکند، از سگ میگه درجهش پست است. من به این چی میگویم؟ همون سخن مولوی خدا رحمتش کند. هزاران کاروان رفتند دو دو، هنوز این سگها دارند او او. هزارها کاروان عالم ها رفت، زیر خاک شدن و این سگها از جکیدن باز نماندن. می جکن اینا سگ میگن، اینا می جکد. نخواه اهل علم شما تنقید کنید، نخواه کسانی که غمخوار شما هم به خدا قسم بهبودی برای شما میخواهند بیارند. میخواهند که شما در قبر راحت کنید، در روز قیامت عزت یابید، در دنیا شما مدنیت حتی پیدا کنید. با اینا را شما غیبت میکنید. و کدام قانون همین راست میاد؟ اگر این آدم کردیل، این آدم اگر میگفت که از روی انصاف میگفت،
بلندشوی نرخ، نرسیدن مواد یا کم بضاعتی در مردم از روی کازینو ها پیدا شد. من تو را میگفتم رحمت. از روی فاحشه‌خانه ها پیدا شد، از روی عرق نوشی ها پیدا شد، از روی تنقید عالم ها پیدا شد، از روی غیبت و از روی خیانت پیدا شد، از روی قمارخانه ها پیدا شد، از روی آن خانه هایی که امروز 5-6 دختری تاجیک در داخلش مردهای بیگانه و خودی را قبول دارد و 5 و 10 روز دراز جواب داده ایستادند. با اینها نرخ بلند می شود دادرای عزیز. با اینها هوا نمی بارد. فحش فاحشگی ترقی کرده است. حبیب خدا در حدیث گفته است اگه من جای در معلم دارم تو بر این بی عقل هیچ وقت پشتیبانم نمیگیرم، تو بر این بی عقل گوشم که نمیکنم، لیکن کمتر دردم میکند، کمی دردم میکند که اینقدر مهنت و زحمت و کوشش برای تو بر این انسان ذره قدر نداشته باشد. پیغمبر خدا میگوید هر وقتایی که اگر فحش و فحشایی زیاد شد مریش پیدا می شود، مریش زیاد می شود، مردن زیاد پیدا می شود، هوا خاک می شود، هوا خاک می شود، دیگر نمی بارد، خشک می شود. و دیگر این که ریسک ازلی است. این ریسک نه در دست داملا است، نه در دست رهبر دولت است، نه در دست پیغمبر است، نه در دست ملائکه است. این ریسک ازلی است. این ریسک خداوند در قسمت تو چیزی کشیده باشد. اگر ای انسان اگر آرد 200 سامان شود، قسم به خدا من پروا ندارم زمانی که الله خودش رزاق اعلان کردگی است. من رزق رسان هستم گفتن. الله خودش رزاق اعلان کرده است. 500 سوم که شود پروا ندارم، الله میرساند. آتر خدا غیرت بگیرد. امین مثل رابعه عدویه نمیشوی. رابعه عدویه را گوش کنید قصه شد. زنک بود، زن میگوید که اگر تمام زمین آهن گردد، آهن دیگر یگان جای کشت و کار نماند، کل زمین آهن گردد، آسمان از باریدن منع شود، تمام مردم روی دنیا اگر عیال من فرزندای من باشد، رابعه عدویه میگه قسم به خدا پروای نان یافتن ایشان ندارم زمانی که خدا خودش رزاق اعلان کردگی هست. ان الله هو الرزاق. و اعلان کرده است که من رزاق هستم، من رزق رسان هستم. گفته است تمام دنیا آهن شود، زمین کشتکار باقی نماند، آسمان از باریدن من شود، تمام مردم فرزند من باشد، پروای نانیابی ایشان نمی کنم زمانی که الله خودش رزاق اعلان کرده است. تو معنای این گپ اگر خوب درک کنی باور کن بعد ممکن تو اصلاح شوی، ممکن اصلاح شوی. حضرت موسی علیه السلام خدا رحمت و مغفرت جان کنه در قصه ها برای عبرت آمده است که وقتی که خدا جانش میگرفت کودکای خردسال داشت، میگد مایل به سوی هم فرزندای خردسال شد و گفت پروردگارا جان من قبض میکنی. این روایت است، صحیح است دروغ است من نمیدانم، در کتاب خواندم. جان من قبض میکنی، فرزندام حالش چی میشیده باشد؟ الله برای تعلیم موسی نبود، برای تعلیم ما آدمای بی سواد بود. گفت موسی نزد دریا برو. نزد دریا آمد، عصا را گفت در دریا بزن. گفت عصا را بر دریا زد، دریا خشک شد. نگاه کرد در زیر دریا یک سنگ خیلی کلانه. گفت را گفت سنگ گفت به عصا بزن. گفت حضرت موسی میگد آمد بعد عصاش سنگ زد، دو بولک شد. داخل سنگ تماشا کن. وقتی نگاه میکنند موسی در داخل سنگ کرم و در دهان کرم علف سبز است. الله در داخل سنگ در حال یک کرم فراموش نمی کند، رزق او را در داخل سنگ می رساند، رزق تو را فراموش می کند. از این خاطر برادرای عزیز و گرامی، فحش و فاحشگی، بی اطاعتی، نافرمانی، عرق نوشی و عرق فروشی، بی نمازی، از خدا نترسیدن اوج که گرفت. الله اگر رحمان و رحیم هم باشد آخی وای قهارم هست، قهارم هست، قهر میکند.
جبارم هست سخت میگیرد. حضرت مولوی میگوید به هر بنده وعید حق نظیر است که ایزی دیرگیر و سختگیر است. دیر میگیرد و سخت میگیرد. ما اصلاح شویم، ما همیشه با دعا باشیم، ما به سوی خدا رجوع کنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید یک سبب کمبغل شدن مردم و بلند شدن نرخ و نوا به چی وابستگی دارد؟ به نبودن موعظه. امر معروف ترک می شود. موعظه ها وقتی ترک می شوند، پند و نصیحت ها وقتی قطع می شود، این گونه بدبختی هم در جامعه پیدا می شود. خدا همه شما را در حفظ امانش نگه دارد. این برادر عزیز کسی باشی اثر اسلام بیار، تحقیر عالم و تحقیر مسجد آدم بیدین میکند. این شوخی نیست. ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. از این خاطر قوتی نیکی نداری بد مکن. در حق عالم ها و پیشوا ها و مسجد ها خدمت کردن نمیتانی، سنگ نزن، غیبت نکن، پشتیبانی کن. مسجد جایی هست که الحمدلله برای شما اخلاق حمیده میدهد. اگر در وجود شما خدا ترسی را جای نکنند، شما عالم می سوزانید. اللهم اینی اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. این دعایی بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با این دعا همیشه وابستگی داشتند و پیوست بودند. ما نیز از پروردگار این دعایی که حبیب خدا خواستند، ما نیز از خداوند این دعا را میخوانیم که خداوندا همگی ما بندگانی که امروز در این روز سید، در این ساعتهای خیلی پر اجر و پر ثواب جمع آمدیم، از ذات تو خواهان او هستیم که ما را در این هدایتی که کردگی هستی همیشه خدایا نگه دار. خدایا ما را از این راه حق هیچ وقت بر نگردان و پروردگار راه گمراهی و راه زلالت را، درهای این زلالت و گمراهی را بالای ما بندگانت بسته گردان. و خدایا از ذات تو خواهان او هستیم، مسئلت داریم که حبیب خدا گفتن تقوا. ما نیز یک گروه بندگان تو میخواهیم که بندگانی با تقوا باشیم، بندگان خدا ترس باشیم. زیرا خداوند در قرآن ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یقین دانین که در بالای در کره زمین محبوب ترین عزیزترین بنده به سوی من نابسته از ملتش کسی هست که از پروردگار میترسد. خدایا ترسی و حیبت خودت را در دل ما بندگانت جایگیر گردان و خدایا ما را چنان قوت و قدرت نصیب نگردان که به سوی آن چیزی که نامشروع است، آن چیزی که از منهیات است، آن چیزی که نزدیک شدن او جنایت و گناه است ما صادر نماییم. خداوندا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت گردان، بیماری های ما را شفای کامل نصیب گردان. در هر قدم های این جمعیت ما خدایا حسنات را کتابت فرما و همه گناه های ما را خداوندا مغفرت گردان. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز و گرامی، جمعه گذشته آخران از جمعه بود که اطراف امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه من صحبت داشتم
و با همون جمعه گذشته این موضوع دوستی خدا را، این مجاهد را، اگرچنده که قسم به خدا ما می توانستیم که چند جمعه دیگر اطراف این حیات و فعالیت ایشان به شما صحبت داشته باشم، لیکن فکر میکنم که همین 6 یا 7 جمعه که من صحبت داشتم برای انسانی که درک کند، انسانی که شناسایی خواهد پیدا کند، انشاءالله کفایت میکند. فقط من مسئولیت خودم را نسبت شناس کردن این حضرت عمر به شما تمام کردم. آن چیزی که در خبرها آمده بود، در کتابها درج شده بود، به گوش شما رسانیدم. فقط مسئولیت شما این است که این دو یاری که من صحبت کردم، ابوبکر و عمر را در همه جا پشتیبانی کنید. همیشه پشتیبان این دو شخصی که الحال من اطراف اونها صحبت کردم و شما را به اونها شناس کردم پشتیبانی کنید. نگذارید که یگان بنده ناسپاس و بی عقل و بی فراست نسبت این دوستهای خدا تحقیر و دشنام کند و شما گوش اندازید. و خدا قسم در آن مجلسی که اگر شما حضور داشته باشین ابوبکر و عمر رضی الله عنهم مورد تحقیر قرار گیرد و شما با این گوشهای خدا دادگی گوش اندازین، قسم به خدا در پیشگاه خدا شما گناهگار هستید اگر پشتیبانی از این دوستای خدا نکنید. اینا کسانی نیستند که غیبت اینها را، تنقیط اینها را ما مردم مسلمان، ما اهل سنت و الجماعه گوش اندازیم. از پروردگار خواهان او هستم که غیرت ما را و جسارت ما را بیدار نگه دارد، ما را از جمله بی غیرت ها نگرداند، ما را از جمله کسانی گرداند که همیشه پشتیبانی دوستان خدا باشیم. گفت شاعر دوستان خدا خدا نباشند لکن زی خدا جدا نباشند. اونا دوستهای خدا بودند و خدا قسم آن خدمتی که اونها کردند، خدا رحمت کند حضرت علی رضی الله عنه را ابن عباس میگوید وقتی عمر را در خاک گذاشتند، وقتی خاک بالای قبر او پرتافتند، عبدالله ابن عباس میگوید یک شخص میگوید دستش در بالای شانه من گذاشت. این حدیثی صحیح است. در بالای شانه من دستش گذاشت، حس کردم کسی دستش در بالای شانه من گذاشت و با لبهای خود میگفت، عباس میگوید من توجه نکردم که این کیست، فقط سخن او را گوش میکردم. میگفت ای عمر تو دنیا را ترک ساختی و هیچ نفر محبوبتر برای علی از تو دیده در روی زمین دیگر نیست. آنقدر تو را من دوست می داشتم، آنقدر به تو محبت داشتم و از پروردگار خواهان او هستم که پروردگارا علی دعا دارد چند روزه که حیات دارم عملهای مرا مثل عملهای عمر رضی الله عنه گردان. خدای آن نامه اعمالی که به عمر دادی، من یک بنده عاجز به سوی تو دعا میکنم که نامه اعمال مرا هم مثل نامه اعمال عمر گردان. این دعای حضرت علی رضی الله عنه بود. به این خاطر ما هم نیز باید همیشه به دعا باشیم که خداوند اگر یک روزه خدمت حضرت عمر در دین اسلام اگر برای ما و شما نصیب گرداند، بیشک خدا به خدا قسم جنت برای ما و شما واجب میگردد اگر یک روزه خدمت حضرت عمر ما در اسلام کنیم. خیلی جای تأسف است که زبان پیدا شود و این کسانی که همیشه در پهلوی پیغمبر خدا
دفاع از ایمان و اسلام کرده‌اند، یک شخصی که در یک روز خوشش بیاد یک بار طهارت میکند و این دوستای خدا را سنگ زند. مسئولیت من تمام شد. من برای شما این یار دوم پیغمبر را شناس کردم. دیگر مسئولیت شما پیدا شد. دادرای عزیز، برادرای محترم، در هر کجایی که میبینید قرار نیستید، نگذارید که اون زبانها نسبت این دوستهای خدا با بدی یاد کنند. نگذارید.